سلام، این دفعه در آفساید میخوایم کلیدواژه فروپاشی رو واکاوی کنیم. البته نیاز نیست که ما خیلی تلاش بکنیم، چون در این زمینه خود تیوی ریش حول این موضوع برنامه گذاشته و کار ما رو ساده کرده. فروپاشی واژه‌ای است که در سال گذشته گاه و بیگاه بر زبان شماری از کنشگران سیاسی و رسانه‌ای رانده شد و شاید بتوان گفت مفهوم فروپاشی یکی از پربسامدترین و واکنش برانگیزترین واژگانی بود که در این بازه زمانی در فضای سیاسی کشور به گوش رسید. آیا جامعه ایران امروز بر لبه فروپاشی ایستاده است؟ این پرپسامدترین نکته مهمیه، چون فروپاشی واقعا پرپسامده وقتی که اتفاق بیفته. اما نکته ظریف اینه که شما ببینید یک نظام چقدر باید در معرض خطر فروپاشی باشه که مجبور بشه بیاد برای اینکه بگه آقا ما در حال فروپاشی نیستیم، تو تلویزیون خودش حول همین موضوع برنامه بذاره. مثلا شما فرض کنید توی کشور باثباتی مثل سوئد یا آلمان بیان توی تلویزیون برنامه بذارن که آیا ما در حال فروپاشی هستیم یا نه. خب همه فکر میکنن که این یک برنامه کمدیه، اما اینجا اصلاً کمدی نیست، چون مصداقهاش بسیار جدی است. اول ببینیم که منظور از فروپاشی در مورد نظام آخوندی یعنی چی؟ ببینید، منظور من از فروپاشی این نیست که این یه ساختمون یهو ریخته پایین. منظور اینه که جامعه یه نهادهایی داره، این نهادها به ما نشون میدن که کارکرد واقعیشون رو ندارن. وقتی که ندارن ما نتیجه میگیریم که خب این ادامه که پیدا کنه یه جایی متوقف میشه و فرو میپاشه. شما مثالی که بخوام بزنم اینه، مثلا یه ماشینی رو فرض کنید با سرعت 100 کیلومتر میره، یهویی بنزین تموم میکنه. خب چه اتفاقی میفته؟ که وای نمیسته، که با سرعت شتاب کندشونده میره جلو. اما یه کسی که ناظره میگه این بنزین تموم کرده، این وای میسته آخرش. یعنی عزاییه که مردشور هم به گریه افتاده. عباس عبدی که یه عمر با نقاب اصلاح طلبی برای نظام مالکشی میکرد، الان داره به هر دو باند نظام هشدار میده که این که هنوز داریم میریم حالیتون نیست، وگرنه ماشین نظام سوخت تموم کرده و فقط بحث اینه که کی متوقف میشه. و این نگرانی اصلا بی جهت نیست، چون کارنامه نظام در این زمینه همه حرف رو میزنه. اول نمره دینی. من فکر نمی کنم تردیدی تو این وجود داشته باشه که بعد از 40 سال که قرار بوده این جامعه دینی تر بشه، قطعا مسیر معکوسی رو رفت. این آخرین نظرسنجی که در مورد شاخصهای دینی انجام شد، هیچگاه اینقدر بی‌اعتمادی به نهاد دین، نهاد شاخصاش، روحانیت یا دیگران ما تو جامعهمون نداشتیم. خب پس نظامی که عنوان جمهوری اسلامی رو یدک میکشه، در اصلی ترین ادعاش بر اساس نظرسنجی های خودشون شکست خورده. حال ببینیم که رابطه مردم با رسانه ملیشون چطوره؟ چقدر بهش اعتماد دارن؟ میزان استفاده از رادیو تلویزیون و میزان اعتماد به اون و بعد میزان استفاده از رسانه‌های دیگره که نگاه میکنیم، اعتماد پایینه و بعد عمدش رفته به سمت اینترنت و ماهواره و فضای مجازی و چیزای دیگه. این وضعیت رسانه، من فکر نمی کنم هیچگاه اینقدر رسانه ما واقعا خطر امنیتی داره برای ما. یعنی فردا یه اتفاقی بیفته، تو همون حوادث دیماه چقدر مثلا مراجعه میکنن به رادیو تلویزیون، مردم چقدر یه خبری رو بگیم میگن نه این درسته دیگه، قبول داریم و بریم دنبال کارمون. پس مردم از رسانه‌های نظام روی گردان شدند و به فضای مجازی روی آوردند. خب آیا نظام برای فضای مجازی راه حلی داره یا اونجا هم اوضاع فروپاشیده است؟ من خاطرم هست با یکی از مسئولین عالی رتبه کشور در رابطه با مسئله شبکه‌های اجتماعی صحبت می‌کردیم. گفتن این شبکه‌های اجتماعی اینجا اومدن گفتن ما همین امروز 40 میلیون مشترک رو میتونیم در واقع پوشش بدیم و خب بالاخره ظرفیت داخلی وجود داره. من اون روز به ایشون گفتم که البته خیلی خوبه اینا اعتماد به نفس دارن ولی ظرفیتشون 1.5 میلیونه. ایشون از من نپذیرفت و طبیعتا حوادث دی ماه 96 که پیش اومد
خب تلگرام از دسترس خارج شد، اینستاگرام خارج شد و اومدن سراغ شبکه‌های اجتماعی. به 1 میلیون نرسیده همشون دچار مشکل شد. خب ما نمیدونیم که اون مقام عالی رتبه که این وزیر تازه کار رفته پیشش کی هست دقیقاً، ولی مواضعش خیلی شبیه عالی رتبه ترین مقام مملکته که در زمینه هایی که علمش رو نداره از این نظرات گوشکوبی زیاد میده. مثلا یکی از ایده های مشعشعش که هنوزم دنبالشن همون شبکه ملی اینترنت یا اینترنت داخلیه که به کمک اون ارتباط مردم ایران رو با کل جهان قطع کنند. اما اون شبکه ملی اطلاعات که اون خیلی مهمه، اون شبکه داخلی، اون رو ما پیش نرفتیم هنوز و دوستان همه معتقدن به این قضیه، اما خب پیشرفت نداشته. اینو بایستی انشالله دنبال کنیم که ضربه های بی جبرانی نزنیم. البته همین وزیر که قبلا سابقه اطلاعاتی هم داشته معتقده که خیلی ها توی نظام تنها راه چاره رو تو قطع کامل اینترنت میدونن و فقط منتظر فرصتن که اون رو هم اعمال کنند. بله، عده‌ای از روز اول اصلا میگفتن نباید هیچ شبکه اجتماعی در کشور شکل بگیره. مدینه فاضله برخی اصلا قطع اینترنت. بله شک نکنید، میخندید ولی من به جد به شما میگم که همین اتفاق هست، همین نکته هست، در صحبتام شما میتونید ببینید. فکر نکنید که قطع اینترنت که میگن شوخیه. همین الان در آستانه دور جدید تحریم ها خبرشو درز دادن که ممکنه همراه با تحریم های جدید اینترنت هم قطع بشه و بعد هم بلافاصله گفتند که به عنوان راه حل همون شبکه ملی اطلاعات خودمون رو جایگزینش میکنیم. یعنی به بهانه تحریم ها، ولی در واقع از ترس قیام و فروپاشی و اینا اینترنت جهانی رو قطع میکنیم و وصل میکنیم به خودمون که اگر این کار بشه دیگه بارزترین علامت قرار داشتن در فاز فروپاشی روشن میشه، چون به هر طرف دیگه که نگاه میکنی همه چیز همین وضعیت رو حکایت میکنه. خیلی ساده آقای نهادهای ما متناسب با انتظاراتمون نیست. هیچ جامعه‌ای تو دنیا الان پیدا نمی‌کنید اینقدر گرایش به خروج از کشور داشته باشن. شاخص ناامیدی به آینده آقا بالای 85%. حالا ببینیم راه حلی هم برای بیرون اومدن از این وضعیت دارن یا نه. اما یک دوراهی دیگری وجود دارد، یا بایستی مشکلات تحریم را تحمل کنیم یا ایستادگی کنیم به وسیله اقتصاد مقاومتی. این راه حل اقتصاد مقاومتی هم از اون دستکارت های سوخته‌ایه که الان دیگه تو نظام هیچ کس تحویلش نمیگیره، حتی وزیری که قراره به اصطلاح این خط رو پیش ببره. نمیتونیم بگیم که ما همه چی رو از درون فقط خودمون داشته باشیم، هیچ تعاملی نداشته باشیم. اینا معنا نداره. یعنی حالا برخی به صورت سطحی مثلا میگن اگر اقتصاد مقاومتی رو داشتیم همه چی حل بود. خب پس برای خروج از این وضعیت هم دوراهی سیدعلی جواب نمیده. دیگه خداوکیلی آخرین تئوری نجات نظام همبستگی ارگانیکه. این تکلیفش چیه؟ شما یک همبستگی ارگانیک دارید، یه همبستگی مکانیکی. یعنی چی؟ الان بدن ما همبستگی ارگانیکه. اگه یه ویروسی جاش حمله کنه بخشای دیگه خون میان اونجا باش ما. اما این دیوار، آجرای دیوار همبستگی مکانیکیه. شما 4 تا از اون زیر بکشی همش میاد پایین. مسئله که ایران وجود داره به نظر من این گسیختگی اجتماعی که ما میبینیم، این بی‌اعتمادی، ناامیدی از آینده و مجموعه شاخصایی که میبینیم، اینا همبستگی رو ایجاد نمیکنه که این سیستم بتونه باشه. تنها چیزی که اینو نگه داشته چسب قدرته. ولی این جامعه در مرز فروپاشیه. تردید تو این قضیه نداشته باشید، جز چسب قدرت چیزی اونو حفظ نکرد. چسب قدرت، این چسب قدرت باید چسب قوی باشه ها که بتونه این نظام فروپاشیده رو سرهم نگه داره. ترکیبش چیه؟ چسب قدرت یعنی اون چی که داره امنیت ایجاد میکنه. اون ناشی از کجاست؟ بخش عمدهش، یک بخشش اینرسی انقلابه، یه بخشش اینرسی اسلامه که تو اینجا بوده، یه بخش عمدهش هم نفته. اینا هر سه تاشون رو به افولن. اگر از آرمانهای انقلابشون و دکان دین فروشیشون چیزی نمونده و
شیر نفتم داره بسته میشه، پس دیگه تکلیف چیه؟ یعنی مطابق بحثایی که ایشون کردن در واقع ما باید دفترمون رو ببندیم بریم دنبال کارمون. این یعنی اینکه ما در روند فروپاشی نیستیم، بلکه ما فروپاشیده شدیم. حالا اینکه با این اوصاف ماشین نظام با این وضعیت بدون سوخت چقدر دیگه میتونه بره، سوالیه که در آینده نزدیک روشن میشه. ولی چیزی که الان روشنه اینه که حتی اگر ماشین متوقف هم بشه، سرنشینان این ماشین جز با قدرت مردم از ماشین پیاده بشو نیستن. پس برای محقق کردن فروپاشی نهایی کلید کار دست خودمون. پیروز باشید.